بریم برای آخرین قسمت تجربه سفرم به روستایی در قفقاز. بعد از تلاش جمعی و شوخی و خنده، خینکالیا به دست سرآشپز دادن تا آمادهشون کنه. اول دونه دونه در آب جوش میریخت و قابلمه رو یه پرش میداد. یه تست اولیه کرد ببینه پخته شده به اندازه کافی و از قابلمه برداشت و اول از همه برای بچه‌ها کشیدن غذا رو. و برام جالب بود که همه بچه‌ها با اشتها و علاقه زیاد شروع کردن به خوردن خینکالی. از یه جایی به بعد دیگه هم سرآشپز سیلو کج میکرد تو قابلمه. دیگه تعداد خوبی که خینکالی آماده شد همه نشستن دور میزها و شروع کردن به خوردنش. و طبق معمول موسیقی و رقص و شادی شروع شد. و یه جایی هم عمو امزو رو هم کشوندن وسط. عمو امزو امروز مسئول میز بود. اون میگفت و به سلامتی مینوشیدن. اما برسیم به قسمت پایانی جشن. 5 مرد و 5 زنی که به عنوان 10 ماگالاتی جشن امسال انتخاب شده بودن در این مراسم پایانی خدمتشون تموم میشد و طبق سنت ها برای هر ماگالاتی یه نون روی زمین گذاشته میشد و روی اون هم یه تیکه پشم و یه تیکه پنیر و یه شمع و باید 3 دور به صورت دایره‌ای اونجایی که نون قرار میگرفت بچرخن و هر کدوم باید یه نون بردارن و فرار کنن. البته از سمت چند نفر هم با چوب بهشون ضربه زده میشد تا تلافی شمشیرایی که توی این 3 روز به بقیه زدن در اومده باشه. تو قدیم‌تر که مردم اینجا سرگرمی خاصی نداشتن و همیشه در حال جنگ بودن، این جشن و مراسم براشون شادی و خوشی ایجاد میکرد و از قدیم با جزئیات حفظ شده و نسل به نسل منتقل شده. اما قسمت جالب مراسم اینجا بود که عمو امزو رفت با لیا برقصه و بوسش کنه که لیا رد کرد و اینطوری عمو امزو شاکی شد. همه این جشن با همه شادی و خوشی و سرگرمی که داشت تموم شد و اینکه سخت‌ترین قسمت این سفر برای من شروع شد و اون دلکندن از همه این خاطرات و فرهنگ و فضا و طبیعت بود. اما رفتن و دلکندن راه‌های دیگه‌ای به دنیاهای دیگه رو باز می‌کنه و من با این آقا 10 ساعت در یه راه ناهموار بودم تا به شهر برسم به ایران برگردم. این ویدیو هم بمونه به یادگار از عمو امزو که یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین آدمایی بود که دیدم. هرچند که زبان من رو متوجه نمیشه ولی واقعا مرد دوست داشتنی بود و عجیب تأثیر جالبی رو من داشت.